تماشاگرانی که امروز از بازی سپاهان و القرافه دیدن میکنن میخوان نشون بدن که فقط براشون بردن یا نتیجه گرفتن سپاهان مهم نیست. اینا در هر شرایطی از سپاهان حمایت میکنن چون تیم شهرشون هست. حالا باشون هم صحبت خواهیم کرد که در رقابت لیگ قهرمانان آسیا چه اتفاق افتاد که سپاهان نتیجه مطلوبی رو کسب نکرد. چرا توی رقابت لیگ قهرمانان آسیا نتونست تیمتون خوب نتیجه بگیره؟ تیم سپاهان نسبت به این بازی که داشته تو سه جبهه داشته می‌جنگیده دیگه نتونسته، یاره کافی نداشته. باید تو فصل یارگیری بهتر عمل کنه تا بتونه موفق باشه تو هر سه جبهه. استقبال کم شده، حالا ان شاءالله که همه هوادارا یه شنبه برن ورزشگاه و استیم حمایت کنن که ان شاءالله جام حذفی بتونیم یه جام برای هوادارا بیارن. و لیگ هم خیلی شانسمون کمه ولی ان شاءالله که جام حذفی بتونیم یه جام بیاریم هوادارا.